جناب دکتر، ویدیویی که میبینید این حادثه در مرکز شهر دوشنبه روی داده است. این زن کارگر حکومت آمده میان مردم تبلیغ و تشویق علیه حجاب دارد و کسی که دورین در دست دارد را حکومت گرفته برده. لطفا چند پیام داشته باشید. در سراسر کشور تاجیکستان ظلم برای مردم است. بسیاری از مساجد را بستند. پناه بر خدا. تا 18 ساله نماز خواندن جوانان در مساجد ممکن نیست. اعوذ بالله، اعوذ بالله. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. قرآن میفرماید که ستمگرتر، ظالمتر از کسی که در مساجد یاد خدا را ممنوع کنه نیست. یعنی چون افرادی که این کار را میکنن ظالمترین افراد روی زمینند. تا 18 سال نماز خواندن جوانان در مسجد ممکن، حجاب ممکن نیست، جریمه دارد. نعوذ بالله. گذاشتن ریش ممکن نیست، اگر کسی ریش گذارد تا 8 سال زندان میکنند. نعوذ بالله. جنگ با اسلامه. اون موقع میگن چرا داعش میاد. این ظلم ها مردم سوی داعش مایش ها میفرسته. افراط نتیجهش تفریطه. در مساجد از آن بران گفته نمیشد اگر کسی بگوید 12 سال زندان. اعوذ بالله. در خدمت حربی یعنی ارتش اجازه نیست که افسر نماز یا روزه رمضان داشته باشد. اعوذ بالله، اعوذ بالله. جنگ صریح با اسلام. در دوائر دولتی نماز خوندن یا حجاب داخل شدن ممکن نیست. جنگ با اسلامه. کسانی که علمای افغانستان را تماشا میکنند مثل استاد عبدالظاهر دایی، استاد محمد معروف راسخ، شهید باذن الله مبشر مسلمیار و شهید باذن الله شیخ متوکل گوش کند. اگر حکومت خبردار شد از 2 سال تا 12 سال زندان میکند. اعوذ بالله، اعوذ بالله. پناه بر خدا. سنگ ها را بستند و سگ ها را روان کردند. مسلمانان در کشور خودشون از دینشون ممنوع باشند. اون موقع میگن داعش میاد، پایش میاد.